مؤسسه‌های طبابتی مملکت 3084 نفر زیر نظارت طبیبان قرار داشته 128 نفر با تشخیص سرایت کرونا ویروس آشکار گردیدند. دو حالت فوت شهروندان از این بیماری به قید گرفته شده است. در یک شبانه روز آخر 274 نفر پس از گذرانیدن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی به خانه جواب داده شدند. در شرایط مرکب و دشوار برای جامعه جهانی که در رابطه با پنجشوی بیماری کووید 19 به وجود آمده است، در جمهوری تاجیکستان برای حفظ صحتی اهالی تدبیرهای ضروری راه اندازی شده تمام امکانات سالمگردانی مهیا است. در این مورد امروز با مقصد پیشگیری خروج بیماری‌های سرایتی در برابر پرزور شدن تدبیرهای نظارتی و کاملسازی امکانات خدمترسانی بیمارخانه و مرکزهای سالمگردانی مملکت با تجهیزات معاصر طبی موادهای ضروری بی‌ضررگردانی در مملکت کافی میباشد. علل خصوص برای دسترسی اهالی و تامینات داروخانه‌ها با داروواری و مواد آنتیسپتیکی شروع از اشیای محافظتی در انبارهای مملکت تمام نمود داروواری با ذخیره کافی موجود بوده، همزمان برای طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی خاصه نیازمندان سر و لباس محافظتی از جمله نقاب‌های یک کرته و بسیار کرته و موادهای آنتیسپتیکی در داخل مملکت استحصال بشد. در برابر این در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از خارج تشخیصی برای آزمایشگاه‌ها موجود میباشند که همه آن برای خدمترسانی به بیمارخانه و مرکزهای سلامتی برای دسترسی اهالی همروزه سفربر میگردند. این موادهای داروواری و مولهای طبی که تماشابینان عزیز شما میبینید تنها برای پیشگیری بیماری سرایتی کووید 19 روانه گردیده است. امروز در انبارخانه مخصوص وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ذخیره کرده شده است. با نظرداشت این ساکنان مملکت خواهش کرده می شود که به هر گونه هنگامه و آوازها در مورد نارسایی داروواری باور نکنند، زیرا امروز تمام نامگوی محصولات داروواری به قدر کافی ذخیره بوده در اساس شرطنامه‌های دوجانبه نظام واردات ادامه خواهد یافت. در مورد استفاده مواد داروواری رعایت طلبات بی‌ضرری حتمی بوده. شهروندان تنها باید از روی توصیه متخصصان طب مواد داروواری دسترس نمایند، زیرا استفاده نادرست و به توصیه طبیبان میتواند عاقبت‌های ناخوش با بار آورد. باید گفت که همروزه از انبارهای مخصوص خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی نیز داروخانه‌های جمهوری با مولهای طبی بازار مهرگان صورت گرفت. با خاطر پیشگیری از پنجشوی بیماری‌های سرایتی در برابر کوچه و خیابان‌های پایتخت و انشاءات تعییناتی گوناگون، همزمان در مرکزهای خدمترسانی از جمله بازار و مرکزهای سودا همروزه این قبیل کارهای بی‌ضررگردانی جریان می‌گیرند. انجام چنین تدبیرها از جانب ساختار و مؤسسه‌های صحوی عملی کرده می‌شود. تدبیر بی‌ضررگردانی در این مرکز بزرگ سودا با اصول نوی دودی جریان گرفت. متخصصان میگویند که این اصول بی‌ضررگردانی طریق دستگاه‌های زمانوی و استفاده از محلول ضد ویروسی المدز راه اندازی می‌گردد. مورد به ذکر است که تدبیرهای مذکور با مقصد پیشگیری از پنجشوی بیماری‌های سرایتی صورت گرفته، آن نباید سبب به تعلقه افتادن ساکنان پایتخت گردد. در دایره تدبیرهای بی‌ضررگردانی سرتاسری پایتخت شهر دوشنبه متخصصان کارخانه‌های مربوطه صحوی چنین تدبیرهای تمیزکاری و بهداشتی را در کوچه و محله‌های رحمان نبیов، خوجندی، عبدالرحمن جامی، چمنزاد، قواری، یوسف وفا، گلخانی و لالازار نویه سینا دایر کردند. راه‌های ماشینگرد، ایستگاه‌ها، مرکزهای خدمترسانی، کوچه و راهروها نزد بیناهای استقامتی از جای‌هایی بودند که در این کوچه و محله‌ها با توجه بیشتر پاککاری شدند. لازم تاکید است که تنها در روزهای از 29 اپریل تا 1 می سال جاری در اساس دستور و سفارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستمی امامعلی در سراسر پایتخت در عموم در 116 کوچه، 42 محله، 579 بینای استقامتی، 5 بازار، 47 مرکز سودا، 20 میدانچه ورزشی و 8 عدد باغچه کودکانه کارهای بی‌ضررگردانی با سفربری نزدیک 600 نفر متخصصان و 72 عدد واسطه نقلیات مخصوص و با استفاده زیاده از 50 تن محلول ضد ویروسی از جمله خلور تدبیرهای بی‌ضررگردانی انجام شدند. یادآور می‌شویم که رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه